استاد جان اگر پدر برای نوشیدن عرق پول طلب کند ما فرزندها با او دیم گناهگار میشویم یا نه؟ اگر شما حرکت کنید که پدری که اگر به شرطی که فقط کارش همین نوشیدن عرق باشد، فقط کارش مقصد همین کشیدن سیگار باشد، یا فقط کارش مقصد مبتلای به زنا باشد، شما اونها را مبلغ گذاری نکنید. انشاءالله در پیش خداوند شما هیچ گناهی ندارید. شما مبلغایی که مثال به دست میارین در دست مادرتان بتین، برای آبادی خانه‌تان صرف کنین، برای بهبودی خانه صرف کنین و همون کار و بار پدرتان هم به مادرتان حواله کنین که همون مادر خودش قطعا پدر سر کار گیره. وقتی که مبلغ شما طلب کرد بگو دست مادرم ده، برای از مادرم بگی مادر تا بفهمان، مادر تا بدانان، از اوی که مثال با تو دلسیا میشوه، با تو جنجال میکنه، با تو خفگی میکنه، از او ده همون مادرت قطعی بگو من یگان مبلغ ندارم، چیزی بود دستی مادر ده دادمش، برای از هم مادرم بگی. انشاءالله با مادر سر به سر شود و بهتره. اوی که با شما خفه میشود با شما ملال میشود. بابا جان شوهرم به یگان اساس دخترم را میزند، میگوید که کاش مثل پیشینه دختران را کشتن جایز میبود. بابا جان من بسیار غمگین میشوم، گوید که من چیکار کنم؟ حیران میشم من در این سوال ها. پدر دخترش دایم میزند، با میگفت است که کاش که هم دورای پیشینه واری باشد که همین دخترها را میکشتن، کاش که من همین را بکشم. مقصد من با این مقصد پدر چیکار کنم؟ من نمیدانم خواهر عزیز. آدمی که اگر ذره توفیق، عقل، فراست داشته باشد، نه تنها فرزند خودش بلکه فرزندای بیگانه را بالای سرکاشون سیله میکنه. های فرزند دوست داشتن، فرزند احترام کردن به گردن پدر و مادرم واجبه. ولی در حدیث ها خواندم یک نفر پیش پیامبر میاد، میبیند که پیامبر نازنین ما با امام حسن امام حسین که نبیره هاش بود با پشت غلطی دست اونها بالای شکم حضرت ده، بالای گردن حضرت ده بازی داشتن. آمد گفت حضرت من 10 تا فرزند دارم، لیکن این کاری را که شما کردین من با اونها نمیکنم. یعنی من بسیار مقصد یک آدمی سریاس نیم که کودک طرف ما آمده نمیتونه، یا کودک مقصد دلاور نمیشود که روی مرا نگاه کنه. پیامبر گفت که من لم یرحم لا یرحم. گفت کسی که اگر رنگ تو بیرحم باشد خدا با او رحم نمیکند. نگفت که کار تو بسیار خوب، گفت اگر رنگ تو واری کسی بیرحم باشد خدا با او رحم نمیکند. یا آدمای بیرحم میگن. برای این مادر عزیز شما که خودتون پیش راهش بگیرین، نمانین که از وقتش میگفتن که اگر همین پدر دختر را بزنه فرزند بدبخت میشود. ببینین این گپ اگر چند اصل شرعی هم ندارد، لیکن برای پیشگیری از طریق بعضی ابله‌ها بسیار خوب بود که پدرها دخترها را نمیزدن که دخترم بدبخت نشود. برای همین بسیار احتیاط کنین، فرزندکاتون را دوست دارین. ولی در یک قصه خواندم که یکی از نشانه هایی که انسان اخلاق خوب نداشتنش، میگه یکی از نشانهاش همینه که وقتی خانه در آید کودکا همه هر طرف فرار کنند، یعنی به جانب پدر ندوا نیاین یا به جانب مادر ندوا نیاین، او را مثال در آغوش نگیرن و هر کی در هر جا پنهان شود که آتم آمد یا آچم آمد. میگه این مادر و این پدر بد اخلاق ترین انسان در روی عالم. سوال دیگر: استاد جون در مهاجرت هستم، در زمستان روزها کوتاهند، من عصر را قضا میخوانم به خاطری که در کارم، آیا گناهگار میشوم؟ یعنی این برادرای ما در مهاجرت که هستن خلاص نمازهاشون به خاطر کار قضا میکنن. من 10 بار گفته بودم کار عذر نمیشود. یعنی کار عذر نمیشود که ما نمازمون نخونیم. از کار در برادری عزیز همیشه کاری بندگی مهمتره.
شما حرکت کنین که هیچ وقت نماز ترک، نماز عذر نداره. حتی میگد در مسئله ها که یک آدم میگد در یک حاجت خانه میافته، این صوفی علیار در کتابش میگه، در کتاب مسلک المتقینش میگه وقتی در حاجت خانه میافته و تا حلقش میگه اگر به شرط نجاست باشد، همین سرش میگه بیرون باشد، همونجا میگه اگر وقتی نماز باشد به اشاره نماز خونه. آدمی را میگن جراحی کردن، تناش پری خونه، روش اگر طرف قبله هم که نباشد، میگه مادامی که همین کلکش اگر حرکت میکردی باشد به اشاره سرش، اگر طهارت هم ندارد، حتی کسی نیست که حتی تیمم شم که بدراند، میگه در همون حالت میگه نماز خونه. برای همین نماز عذر ندارد. نمازاتون مهم است، نمازاتون خوانید برادر عزیز، زیرا اولین حساب بنده در روز قیامت ای نمازه. سوال دیگر، بابا جان اگر مخفی نباشد شما پیغمبر خدا را در خواب دیده اید یا نه؟ اکو برادرای عزیز و گرامی، سوال هایی که به شخصیت دخل دارد حاجت نیست که شما از ما پرسید. من یک بنده گناهگارم برادر عزیز، من یک بنده خطاکارم. به خدا قسم من از همین علمی که امروز الله بر من داده یا همین یک و دوی که مرا احترام میکنه، من از همین بسیار در تشویشم. همیشه از الله مهربان زاره و تولا دارم که خدای مهربان کمبودی ها ما، خطا ها ما، لغزش ها ما ببخش. خدای مهربان قوتم بده، توفیقم بده، به قدر همون استطاعتی که دارم من از تو بترسم، من از فرمان های تو مقصد پیروی کنم، از هرچی من کرده باز بیستم. بسیار برای ما مشکله برادر عزیز. برای همین ما دائم در آرزوی همینیم که پیغمبر خدا را در خواب ببینیم، شاید دیده باشیم، شاید برای ما سخنهای نیک هم گفته باشد. الله را بسیار سپاسگزاریم، خدای مهربان همیشه تشکر میکنیم و دائم دعا هم میکنیم که کاش که همه خوابهای ما عبارت از دیدن پیامبر نازنین باشد. برای سوالهای شخصی بسیار میاد، شما چند ساله این؟ شما چند زن دارین؟ شما چند فرزند دارین؟ همین ها مهم نیستن برادران عزیز. مهم همین است که شما هر یک سوالی را که من جواب میگردانم شما در حق ما دعا کنید که خدای مهربان همین روز همین امکانیت بر من داده است و همین امکانیت بر شما هم داده است که با من روبرو میشین، با سوالات من جواب میگردانم. در حق یکدیگر فقط دعا کنیم. شخصیت در رسیدن هیچی یا پرسیدن یگان من چند فرزند دارم، من چگونه زندگی دارم، خیلی الله مهربان خودش دیده است، میداند، مردم میبیند. برای همین برادرای عزیز از این چیزها پرسیدن کمتر خودداری کنیم. از پیغمبرها کدام پیغمبر زنده است حالا؟ فقط حضرت عیسی زنده است. از پیغمبرها حضرت عیسی زنده است که من در موضوع پیشترم درباره امام مهدی گپ زده بودم و شما اگر گوش کرده باشین که حضرت عیسی را فرشته ها میارن برای نابود کردن دجال. برای این حاضره ده حضرت عیسی علیه السلام گوییم که حیاتن. استاد عزیز، در روسیه به خاطر کار تا به آنها عرق یا کنیاک نخریم به کار قبول نمیکنن. اگر ما خریم گناهگار میشویم. کوشش کنین برادرای عزیز که یعنی به این کارها داده نشید. کوشش کنین که در همون آدمایی که به توفیقن، همون آدمایی که از همین مثال کارها به همین کارها داده شدن، شما خداتون پیش اونا خار ذلیل نکنید. الحمدلله امروز همین روسیه هم اینقدر بچه های خودمان امکانیت شرایط های خوب پیدا کرده گیان. هست جایی که برین مراجعت کنین، یگان جایی کارتون مثال برای شما پیدا کنن. پیش ایتری آدمایی که دستاتون پوری مثال اما حرام ها و در دستاتون برین بعد اداره به اداره که ما بگیر همین را مرا کار قبول کن، خداتون ایقا خار ذلیل نکنین برادران عزیز و گرامی.
بابا جان در روسیه در وقت سرما بعد از پیشاب خود را خوب پاک کنیم و طهارت دست روی کنیم میشود، چون که به خاطر کار از خانه دوره میشود برادر عزیز. یعنی برادرای ما سوال کردن که مثلا بعد اونی که ما قضای حاجت میکنیم از بس که بیرون خنک سرما هست بین پامون شستن در مقصد اگر شویان بسیار این بچه های ما در همونجا که شستن امکانیتی بیچاره یک پلاتینسای نداره که هم بین پاش قاق کنن، همون تراتر که میپوشن بروکاشون تر، اکثریتش بیچاره همه پرستاتی چیدگیان، اکثریتشون همش دیمرای چیدگیان. برای همین شریعت اجازت میتد که اگر همون خواه از پیش خواه از پس چیزی که خارج چید شما همه را پاک کنید که یگان اثری از همون نماند، یعنی اثری از همون پیشاب یا نجاست چیزی نماند، شما دیگه باقی عضوهاتون را بشوین، همون بین پاتون را که نشوین هیچی باقی ندارد، نمازاتون درسته. دیگه برای آدمایی که امکانیت دارین مثلا جاکاتون یا هوا گرمه یا خانه‌های مثال خوب و گرمده هستین، اگه وقتی بعد تازه کردن خواهی نخواهی همون یک بوی مثال بدی در همون بین پا مقصد باقی میمونه. اگر بشوین تازه کنین با نور بالای نور میشه. ولی برای نفرهایی که این خیل ضرورت های پیدا میشن که بیچاره به سبب همون بیمار میشون، اینها میتونن که طهارت دست روی کنن و نمازاشون خوانن. شخصی که بیماری پوست دارد یعنی پس، در این بیماریش ثواب میگیرد یا نه؟ البته ثواب میگیرد. اینم در یک قسم اگر چند ایرا بیماری هم نمیگن، همین کسلی پوست سفید میشیدگی را بیماری نمیگن، زیرا این اصلا از گفت طبیب ها نارسایی بعضی همون ویتامین ها در ارگانیسم آدم های. برای همین ایرا بیماری هم نمیگن، زیرا این یک گذرنده نیست. ولی از بس که امروز مثال در بین جامعه ما آدم چه خجالت حس میکنه، با بسیاری آدمایی هست که شاید که قطعی اینها سلام نکنن، با اینا در یک طبق نان نخورن، به همین خاطر که در بین مردم کم کم که همین تا آزرده خاطر و آزرده دل که هستن، شما با این بیماریتون هم پیش خداوند ثواب میگیرین. انشاءالله خدا همه شما را ثواب نصیب گردونه. خب بابا جان گفتید که در وقت جانتی شیطان به صورت پدر و مادر می آید، به خاطر از دین بیرون کردن ما. استاد گوید ما چی عمل کنیم تا در آن وقت فریب شیطان رو نخوریم؟ یعنی گفتیم وقتی که آدم در حالت سکرات هست ببینید شیطان در همون جا وسواس میکنه، شیطان حتی در درون قبر وسواس میکنه. برای همین این حالت ها را مقصد ما چگونه از این بدبخت خلاص شویم؟ البته همیشه همین عبادت ها را انجام تینه، دائم دعا کنیم که خدایا دم آخری مرا دم راحت کن، خدای مهربان از این دنیا مرا با ایمانت ببر، خدای مرا از همین وسوسه و از همین بدبختی های شیطان خدایا نگه هم بدار. گفته را دعا کن و دعا را زیاد کن. الله گفت از ادعونی استجیب لکم، دعا که اجابت میکنم، انشاءالله تا از وسواس شیطان خلاص میشه. سوال دیگر، در روسیه در بعضی چیزهای خوراکش عکس مسجد خریستیان ها هست، آیا ما میتونیم از آنها استعمال کنیم؟ یعنی در روسیه چیزهایی را که میخرن اما مقصد صورتی اکی هم یک چی بگیم ترغیب تشویق تایم، همون کلیساهاشونه، همون جایی که مثال معبدهایی که دارن عبادت میکنن، همون صورتهای همون را میمونن رکلام میکنن، چیزی که در این سلفانا و صدقا همون شرکت های خودشون مقصد رکلام میکنن، صورت بدن هیچی باقی ندارن. فقط همون نگاه کنین که در ترکیباتاشون مثال یگان چیزهایی یعنی همون شبهوار حرام نباشه، از اینش احتیاط کنین، او صورتش هیچی باقی نداره. خدای مهربان خاتمه مون بخیر کند، ایمانمون با سلامت نگه دارد و الله مهربان برادرایی که با ما سوال ارسال کردین، خدای مهربان در عمرتون در جانهاتون برکات نصیب کنه و خدا همه ما را توفیق دهد که با آن چیزی که شنیدیم عمل کننده باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.